یه 25 خالص. ممنون. سلام، خیلی مخلصیم آقا. اومدیم قصر بازی رشت، قراره که با هم دیگه مسابقه بدیم، هر کی تیکت بیشتری جمع کنه برنده میبازی. الکی میگه بزن بریم. اولین بازی این بازی باید توپایی که بهش میداره بزنه اونجا امتیاز میگیره، بعد تیکت میگیره. برو من شروع. چقدر توپ میگیره؟ چند تا؟ الان فردین میخواد بره. آه هیچی نزن، برای اونو بزن. What the fuck is this? چند تا میگیری؟ چیو؟ تا نکن. برو فرد. الکی میگه نه بالایی امتیازش بیشتر. بزن بعدی رو. 5 تا 100 زدم یه دونه. آخر آها تنها کسی که 100 زده من بعد تبل شاهان. آقا چه دیگه بیدو چه صاف نمیفرمایین؟ قیافه یه 100 نمیتونه اشی بزنه نه حاجی. این 4 بار بهش توپ داده. 100 عمرن حاجی. بیا اینا چند تا؟ 3 تا. این دست من بردم. نوکره. تا اینجا کار من اصلا بیشترم 11 تا. سلطان باشه. الان داریم میریم مسابقه بعدی بسکتبال. بزن بریم. ماشاءالله محمد. عمرن. فردی عجیه علکیه. واقعا ادعای تو یه دونه تیکت که خراب چیه؟ بگیر بالا یه دونه. هر کسا سلام. محمد فردینه. اینم من احتمالاً برنده از میدان میام. 20 امتیاز گرفتیم. رکورد مال تو امروز. آره این کثافه داره سخت نزن. آقا تا الان فردین تا الان هیچ غلطی نکنه. هیچ غلطی نگه. 7 ثانیه 6 ثانیه بنداز 3 امتیاز ها 5 امتیاز 6 یا 5 بنداز تیکت تیکت نداده.
بنداز 278 رکورد و فردین عزیز 0 تیکه. این درست خدایی چی بگی آدم حاجی میخوام بهتره کنم دوستان جون فعلا دست من خیلی این کاره نیست نمیتونه برسه این توپا قرقاده آقا تقلب نکنه زیاد نزدیک نشو عالی داری عمل میکنی چش زدی منو عالی داری عمل میکنی همینجوری پیش برو عالی خدایی دمت گرم خدایی همه رو همونجا بزن ماشاءالله 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 دوستان جون واسه ادامه داره آره بیا جان مادرت بیا ما رو دور ننداز ما اینقدر به در نخور نیستیم. این قسمت من و محمد بردیم این بسکتبالیست نونهال رو مشاهده میکنید قهرمان این دوره هست خودش اندازه توپه چند تا تیکت میتونه ماشاءالله گلو دیدی خب آقا اومدیم اینجا این شانسیه خب اینو دستگیر رو میکشی پایین میمونه رو عدد همونقدر تیکت میده الان باید ببینیم شانسه کی خوبه بزن 50 500 3000 تیکت 15 15 تا تیکت گرفتی دیگه چرا میخوای بگم تمام شد داداش 15 تا یعنی چی بعدی محمده برو ببینم چی میگه handle to spin the wheel, hey. Well, let's just hope the fish are hungry. 10 کمتری میشه دیگه 50 پشما 4 50 اینه بابا بی 4 یه ناموس فقط نگاه Pull the handle to spin the wheel. That spin rocks, hey. این گفت 50 گرفتم صافته 50 رو به من میدادی حالا یعنی چی اون Be a good sport. اونجا باید شانس که ندارم گفتم آخر میشم 8 9 10 11 12 13 15 آقا این بازیه مثل اینکه از این قرار این توپه رو واسه بگم اینو میکشه هر امتیازی بیاره همونقدر تیکت داره صبح اینجاییم بیا شما چی کار میکنی؟ آقا اینجا باگی داره بیا نه میده آقا دوباره بده تمام شد دوباره یکم اضافه کشید چند تا 2 4 6 8 10 11 تا زیاد محکم نکش خب بس فردی داره گولت میزنه فردی زیاد محکم نکش نه نمیرسه آقا این با بس آها آره 25 تا داره میده بالاخره سفیدیت به کار اومد فردین برید خونه‌تون یه 25 خالص 4 تا $25 برو جان مادر تریگن بابا بده دیگه این باگه دیگه یس 25 تا گرفت ما 9 تا تو چند تا 11 بازم یه الان فردین از ما جلوه خب بریم بازی بعدی فردین رو قارن این آیتم چالشی این دوره مسابقات مردان آهن مردان خوشگبیجا حاجی پکمن این بازی پکمنه 2 نفر است باید بریم دیگه بزن 2 نفر بگیرین دیگه او چه غلطی میکنه آها یه دونه دیگه دارم وای پشما یس واسه ادامه داره
3 تا دونه آقا این دستگاهش مشکل داره. من یه بازی پاره شدم عرق ریختم 3 تا دونه. آقا تصمیم گرفتم این بازی شرکت نکنم. راند 2 خدای هیجان انگیزه نیست. اسممو میتونم بذارم واسه احمد چرا بک داره اسممو دارم اینجا 2000 years later. با فامیلی پس من بنویسید. حاجی پرچمو بردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا حاجی. اسممو هفتم شدم. هفتم شدی؟ یا ممی ممه نمیشه بذاری؟ ممه اسمی باشه ممه. خیلی اوضاع خیته. فردین با اینجا داره بازی میکنه. آره واقعا. بخوام اسمتو بنویسم. بذار اسمتو بنویسم. اسمش نیست کی؟ آقا 5 کار زری زده. من اینقدر فکر کنم فردین بازم اوله میبازی. فردین کسا ما این ساعت چی گشتیم دستگاه دوستایی پیدا نکردیم. هم از کارم. نمیفرمایید؟ خب ما این تیکت ها رو آوردیم بریم اینجا بعد بریم به بچه ببینیم چی میشه. خودکاریم مدادی. دستگاهاشونو یه جوری درست کردن تیکت یه دونه 2 تا میده بعد اینجا نوشته 700 تا تیکت جایزه. یه حداقل تیکت بریزید تو اون دستگاه. بسکتبال قبلا می اومدیم 40 50 تا بسکتبال میده الان یه دونه داره. امتیازاتمون پایین. یه دونه از اینا رو میتونیم انتخاب کنیم. اون مدادا رو بگیریم یا دفترچه بگیریم؟ فرق نمیکنه. یه دفترچه بگیریم. دفترچه بگیریم. یه دونه کدومو بگیریم؟ اون اسب تکشار. اون اسب تکشار. یه مداد نمیشه باهاش بدیم. میخوام بدیم به یه بچه. دمتون گرم. آقا یه دونه مدادم خودشون هدیه دادن. عمو بیا. این مال تو. خواهش میکنم. لازم من ترسیدم مامانه یه جوری بود. عکس بدی داشت. نتونستم برم چیز کنم. ولی کسایی که این کار رو میکنن کلی غم دارن. علی لایده. حداقل 40 ساله. خدای 100 تا میگیرم باش میرم. 50 میگیرم میرم. 20 از 2 تا مدنی گرفت. هزینه کردم. چه حالی دارم میکنم؟ آقا اومدیم بولینگ. اینجا بولینگ قصر بازی. من اومدم یه چند بار بولینگ اومدم. بازی خیلی باحالیه. آقا من که همیشه پنجشنبه ها ولم کنی بولینگم. یعنی بولینگ رو باید بزنم. میخورم بولینگ میخورم. روزی 2 تا توپ بولینگ میخورم. دارت رو میبینی؟ تو دارت ادعا دارم. اگه شد میام یه دست دارت هم بازی میکنم. ولی مدعی هم تو دارت. آقا این پیرن سفیده به میاد. اگه میاد کامنت کنین پیرن سفید به میاد. مطمئن شم که شما تا الان ویدیو رو دیدید. بعد لایک و کامنت و ساب یادتون نره دیگه. ویدیو داریم. حاجی نگاه کن. ریدن. چشم بسته. وزنی فرق میکنه این دک.
کوش صفر دستم کجه. اینو بگیر. اینقدر اختلاف داریم اینقدر. What am I looking at? What the fuck is this shit? من کار نکردم. چی؟ چیه؟ نمیدونم چی کار کردم. من ماشاءالله ماشاءالله. ها؟ بیا. گاری. ها؟ ها؟ من بردم 97 70 60. آقا یک دقیقه پایانی 119 93 80. من دیگه چند داره خراب کردم. محمد بالاخره یه دونه زد. محمد بالاخره یه دونه زد همه رو. ماشاءالله. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ زد جدی میفرمایین؟ این توپ خیلی سکسیه. بهش نه. برو قاطی باقالیا. ماشاءالله. ماشاءالله. زد جانو. بابا 134 مهدی 119 محمد 94. ولی فردین تو میتونستی برسی 100 رو میتونستی. دیگه تموم شد بریم. آقا تموم شد اومدیم بیرون. توی توکن فردین برد اول، دوم محمد سوم. توی بولینگ من بردم، فردین سوم شد، محمد دوم. حالا فردین ولی ضربهشو نزده بود. تایممون تموم شد. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب یادتون نره. بعد پیرن سفید بهم میاد. اگه میاد بنویس. آقا خداحافظ. محمد تو اینجا